السلام علیکم. سوال راست است که قدرهای پیامبر دراز بودند و چقدر قد در نظر داره نه قدهای پیامبر ها نه همون مثل مردمی خداشون بودن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم قدشون قد دراز نبودن و از میان قد دیده کمتر به قد درازی مایل بود قدشون. یعنی قد درازی بیزیب هم نبودن، قد پستک هم نبودن، میان قدی که از میان قد کمتر بلندتر. فهمیدی؟ یعنی مثل دیگر مردم بودن، همون مردمی زمانشان. درست است که بین ما 1400 سال گذشت، قدی اونها نسبت ما درازتر بود. بله، حضرت آدم 60 زیرا بودن قدشون. 60 زیرا. اگر اون زیرا کن به زیرا حضرت آدم یا به زیرا ما، زیرا گفته از همین جا تا همین جای میگه. بیشتر بعضی کتاب های متقدم 70 سانتی متر گفته بود در کتاب. لیکن اگر اوزی چین کنید اگر کو متر گیره بود چند سانتی متر همین زیرا. یعنی زیرا این حضرت آدم علیه السلام چقدر بود که ما وی نمیتونیم چیکار. زیرای ما 50 سانتی متر بود است. یک داملا میگم که زیرا 50 سانتی متر است. بعد یک بچه میگه که داملا سوراب 70 گفتلو. من اون چیزی که در کتاب است همون گفتم. یعنی شاید اون آدمی که من در کتاب خواندم متقدم تر است، یعنی شاید پیشتر گذشته است. اونها زیراهاشون 70 سانتی متر. من این بچه گفتم که داملا سوراب 70 گفتن. گفت ها از این داملا سوراب 70 بوده گسته. گفت برای همین این حضرت آدم 60 زیرا اکوی نمیدونیم به کدام زیرا حساب کنیم. بگذار به زیرای همین 70 سانتی متری که در کتاب ها پیشتر میگفتن، به همین 70 سانتی متر اگر حساب کنیم، 70 سانتی متر یعنی قد حضرت آدم علیه السلام باشد، ضرب 42 زیرا، ضرب 60 زیرا حاضر. قد آدم به فکرم چی بود؟ یه بار حساب کنید. 60 زیرا باشد قد حضرت آدم علیه السلام، ضرب 70 42 متر میشد. همه خیلی این اکن با یعنی گفته نمیشه 42 متر گفته، چون که او به زیراعی کی اگر به زیراعی خود آدم باشد او خیلی دراز میشد قد حضرت آدم علیه السلام. اولین آدم ها قد دراز بودن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم که همیشه قد آدم ها پست شده میگیرد تا روز قیامت. برای مثال ببینید اگر آدم های کلانتر باشن، صنفی 11 بودگی ها چه خیر بود پیش. حاضر 11 های بینید، 11 تمام کردگی های. یا مردم خیتای بینید قداشون چه خیلی است، یا مردم اندونزی و اطرافی های همی ها قد پستکا هستن. مردم یوگسلاویه بینید چه قد بلند هستن. بوسنیا، یوگسلاویا، قد دراز آدم ها. یعنی حالی در یک زمان همین قدر فرقیت است. سالها که طولانی شده میگیرد، قدی مردم تا بارا پس شده رفتن میگیرد. یعجوج و معجوج آدمچه های معده هستند. نسأل الله السلامت و العافیه. برای همین یعنی گفته نمیشد که قدی پیغمبرها دراز بودن، نه این به معنایی که از خلق فرق میکردن، نه، به همون زمانشان مناسب بود. بنابراین حضرت ابوبکر که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی که به مدینه می آمدن، تمام اهل مدینه به پیشواز برآمدند و فرق کرده نمیتونستند که کدام این دو نفر پیغمبر هستند. بسیارشون اول ابوبکر فکر کردند. بعد وقتی که ابوبکر اینه حس کردن، در حال بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم سایه کردن همچون خدمتگار، تا اینکه حس کند که این کس پیغمبر است نه من. یعنی فرق نداشتن از دیگرها. بنابراین وقتی که یک بادیه نشین، یک آدمی به صحرایی دیهاتی به مسجد می درآمد، میگفت که ایکم محمدون، کدام شما محمد؟ میگفت. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نمودی ظاهری از مردم فرق کننده نه در لباس نه در قد و قامت نداشتن. ولی وقتی که اگر به رویشان نگاه کنید صاحب نور این چیزا هست، ولی عمومی خلقت و لباس
از مردم فرقیت نداشتن. بنابراین ایکم محمدون، کدام شما محمد میگفت آدمی در آمدگی. بله